سلام علیکم، علی علایی هستم. برگشتم با قسمت سوم جاوا. تو قسمت های قبل ما مباحث ابتدایی رو پیش بردیم: وریبل ها، دیتا تایپ ها، تایپ کستینگ ها، اپریتور ها، تا ایف و الس و سویچ و در نهایت وایل و دو وایل. در این جلسه میخوایم وارد حلقه فور بشیم، بریک و کانتینیو رو راجع بهشون صحبت کنیم و در نهایت اری ها، و بعد وارد مباحث متد ها بشیم. خب وقت رو تلف نکنم و بریم داخل داستان. خب میبینید که ما با وایل یه چیزی درست کرده بودیم، تا اینجا پیش رفته بودیم، اما فرقش با فور در چی هست؟ وایل همطور که دیدید میاد میگه تا به این شرط نرسیدی این رو تا ابد ادامه بده. فور برای ما یک حالت دیگری به وجود میاره. میگه مثلا از اینجا تا اینجا با این روال پیش برو. به چه شکل؟ اینجوری. یعنی شما تو حلقه فور به صورت مشخص میتونید بگید که W از واجهمون به صورت مشخص میتونید بگید که تا کجا میخواین براتون پیش بره، یعنی تا چقدر میخواین این اتفاق براتون پیش بره. ما دقیقاً عین کاری که توی جاوا اسکریپت انجام میدادیم و توی مثلا PHP انجام میدادیم، همه زبان‌های سی لایک دیگه اینجا هم دقیقاً همون شکلیه. استیتمنت اول شروع حلقمون رو بهش معرفی میکنیم، میگیم از اینجا شروع کن، برس به استیتمنت دوم. با چه شرایطی؟ با شرایط استیتمنت سوم. مثال براتون بزنم. مثلا من میگم اینت، بذارید من این کوپایلت رو مجدد خاموش بکنم که با کوپایلت پیش نریم. مثلا میگم اینت آی مساویه با 1، با سمیکالم هم اینا رو از هم جدا میکنیم دیگه. بعد باید آی چی بشه؟ تا جایی که آی کوچکتر از 10 هست، یعنی تا وقتی که رسیدی به این شرط آی کوچکتر از 10 حلقه من رو ادامه بده. با چه شرایطی؟ آی پلاس پلاس. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی اینجا میاد میگه که آی از 1 شروع بشه تا نرسیده به 10 پیش بره. چجوری پیش بره؟ یه دونه یه دونه زیاد بشه و این بنابراین 9 بار این حلقه ما رو میاد تکرار میکنه. چطوری این رو بخوایم انجامش بدیم؟ اینطوری انجامش بدیم. مثلا میگم سیستم دات، بذارید این رو هم، این توی پروژه دیگه است، بذارید رو من کلیر بکنم بعد CD کنم توی جاوا فرست و حالا کد رو می‌نویسم بعد اجراش میکنم. سیستم دات اوت دات پرینت ln کن آی رو برام. درست شد؟ حالا این میتونستیم مثلا این اینتیجر اینجا تعریف نکنیم دیگه. اگر من اینجا مثلا دایس رو میدادم 10 یا میدادم همین 1 نقطه شروعمون، میتونستیم از همین دایس هم اینجا استفاده کنیم. یعنی بگیم دایس تا زمانی که به 10 نرسیده، تا زمانی که دایس به 10 نرسیده این حلقه رو برامون اجرا بکن و دایس رو هم اینجا برامون چاپ بکن. اینجا من بهش میگم که بیا چیکار کن، بیا جاوا کامپایل بکن main.java رو و بعد از اینکه این کارو کردی بیا main رو برام اجرا بکن. ببینید 1 تا 9 رو برامون چاپ کرده. اگه اینجا من میذاشتم دایس کوچیکتر مساویه 10 باشه، این میومد از 1 تا 10 رو برامون اجرا میکرد، 10 بار اجرا میشد. خب اینم از پس از حلقه فور. ببینیم دیگه چی این تو گفته. هیچی، چیز خاصی نیست. میگه for loop with false condition. میگه ممکنه حلقه فور شما هیچ وقت اجرا نشه. اینم بهش فکر بکنید.
ممکنه هیچ وقت اجرا نشه. یعنی اگر اینجا این مثلا 11 بود، ما میگفتیم از 11 شروع کن تا برسی به 10 و زیاد بشه دونه دونه. خب این هیچ وقت اجرا نمیشه، چون 11 دونه دونه زیاد بشه هیچ وقت قرار نیست به 10 برسه، قرار زیادتر بشه. اما اگه اینجا میگفتم مثلا ماینسش کن، این یک بار باید اجرا شه فکر میکنم. نه اگر اینو بکنم 12 چی؟ از 12 تا زمانی که دایس، اینم خب باید تا زمانی که دایس بزرگتر مساوی 10. بله 12 و 11 و 10 اجرا شد. چرا؟ چون از 12 شروع کرد، بعد حلقه رو بعد دید آیا 12 از 10 بزرگتر هست؟ حتما 12 از 10 بزرگتره دیگه. رفت اینجا اینو اجرا کرد، حلقه یک بار دیگه چرخید. با چه شرطی؟ با اینکه یه دونه کمش کنه. شد 11. چک کردید 11 هم بزرگتر مساویه، 11 رو پرینت کرد. یه بار دیگه اومد بررسی کرد، حالا شده بود 10. دید 10 هم بزرگتر مساوی هست و 10 رو هم چاپ کرد. خروجیمون شد یک همچین شکل و شمایلی. نستد لوپ ها رو داریم. میگه میتونه لوپ ها تو هم باشه، خیلی استفاده میشه و مثال خودشو بذاریم که بی خودی هی ننویسیم. مثلا ماتریکس های مثلا دویی، اینا که تو دل هم و اینا، ماتریکس گفتم، ماتریس های دویی و اینا اگر بدونید، برای اینکه هم باید ردیفی برید، هم ستونی برید، اینا نیاز به حلقه های تو در تو دارن دیگه. مثلا ماتریس 3 بعدی باید 3 تا حلقه تو در تو داشته باشه تا اینکه همه خونه ها بتونن با هم درگیر بشن واسه اتفاقات این شکلی. بنابراین اینجا ببینید گفته آیه، اینو ببینید مثلا با هم چک کنیم چه اتفاقی داره توش میفته. میگه آیه 1 تا 3، یعنی 3 بار باید این حلقه اجرا بشه، حلقه دوم هم 3 بار. پس این دفعه اول میاد اینجا، یعنی وقتی که کد ما از اینجا وارد این قسمت میشه، بذارید گام به گامش رو با هم لاگ بکنیم بفهمیم دارم چی میگم. اینجا میزنم start، درست. بعد از این حلقه هم میزنم end که کامل بفهمیم داره چه. اینجا از استارت وارد حلقه اول شد. وقتی وارد حلقه دوم میشه میفهمه که اینو باید 3 بار اجرا کنیم. ما متوجه میشیم. میاد تو داخلش میبینه حلقه فوره هم باید، پس 3 بار، چون داخل اینه 3 بار این حلقه رو اجرا میکنه، 3 تا خروجی این شکلی میده. درست شد؟ که خروجیش چیه؟ آی ضرب در جی، یعنی 1 ضرب در 1، 1 ضرب در 2، 1 ضرب در 3. اینو اینجا چاپ میکنه 3 بار، یعنی این 3 تا عددی که گفتم اونجا چاپ میکنه. دوباره میاد میرسه به یه پرینت الن خالی اینجا داره که یه اسپیس واسمون ایجاد میکنه. دوباره میره برمیگرده میره بالا و یک بار دیگه همین روال رو جلو میره. یعنی این بار با عدد 2، یعنی این بار این شده 2، پس میاد میشه 2 ضرب در 1، 2 ضرب در 2، 2 ضرب در 3. باز میچرخه، اینجا این شده 3، 3 ضرب در 1، 3 ضرب در 2، 3 ضرب در 3. پس این خروجیمون باید بشه اینجوری از بالا 1 2 3 2 4 6 3 6 9. ببینیم خروج و اندم در نهایت برامون بزنه. بله ببینید استارت کرده 1 2 3. این اسپیسیه که بین اینا فاصله انداخته، این با این اسپیس. این پرینت الن هم که یه خط میندازه پایین دیگه، یعنی مقدار نداشته باشه فقط یه خط میندازتت پایین. بنابراین اینجا اومده تو حلقه اول 1 و 2 و 3 رو زده، با این یه خط انداخته پایین، تو حلقه دوم با حلقه سوم و در نهایت اند رو برامون نمایش داده. پس تو در توها اینطوری کار میکنن. این فور ایچ هم چیز جالبیه، اینم خیلی استفاده میشه، مخصوصا زمانی که دارین یه حلقه میذارید بین مثلا آرایه ها. مثال خودش هم دارم نگاه میکنم، تقریبا یه همچین مثالی زده. حالا ما هنوز به اری نرسیدیم ولی اینجا مثالش رو با هم ببینیم، با مثال خودش بریم جلو صحبت میکنیم. ببینید یک آرایه‌ای داره که 4 تا مقدار توش داره، آرایه‌ای به اسم نامبرز. با این دوست عزیزمون اینجا یادتونه
جلسه اول به همچین چیزی مواجه شدیم، گفتم بعداً حالا راجعش صحبت میکنیم. این داره میگه که این آرگز آرایه از استرینگ ها باید باشه. با این داره میگه آرایه است، تایپش هم استرینگه. پس آرایه، اینجا داره میگه آرایه از اینتیجر ها باید باشه. یعنی من اگه اینجا اینو بکنم استرینگ، این میگه آقا این مقادیر شما ارورش ببینید، میگه تایپ میس مچ، مشکل تایپی داری، نمیتونی اینتیجر رو بریزی تو استرینگ. خب پس اینو من برش میگردونم به اینت. پس آرایه ای از اینتیجر ها اینجا داریم، میخوایم بین آرایه ها بچرخیم. با این مدل فور ایچ این کار بسمون راحت میشه. پی اچ پی یادتونه چه جوری بود؟ پی اچ پیش این شکلی بود، فور ایچ مثلا نامبرز فلان، یعنی برای هر نامبری که توی یک فلان چیزیه. بعد اینجا میمدیم این شرط رو بررسی میکردیم. ولی اینجا با کلمه کلیدی خود فور این کار میکنه. درست خاطرم بیاد گو هم با فوره، یعنی فور ایچ نداره تو همون خود فور. چیزم جاوا اسکریپت هم فور ایچ داره، یه چیزی به اسم ایچ داره. نمیدونم، خیلی وقت جاوا اسکریپت کار نکردم، واقعیتش خیلی وقته که بک اندی کار کردم، خیلی چیزا داره یادم میره متاسفانه. ولی حالا در هر صورت اینجوریه. این میشه همون کار کردن فور ایچ رو داره. میگه فور نامبری که توی نامبرزه. یعنی چی؟ یعنی این هر بار که حلقه میچرخه اسم، یعنی مقدار این متغیر اون میاد توی نام. پی اچ پیش فکر کنم این شکلی بود. مثلا نامبرز پی اچ پیش فکر کنم اینجوری بود که چیزش هم اینجوری میگرفتیم، اینجوری چیزشو میگرفتیم، ایندکسشو که تو کدوم خونه هست. حالا اینجوریه اینجا تو جاوا این شکلی است که میگه نامبرز، توی نامبرز بیا مقادیر رو دونه دونه برام بذار تو نام، و این میاد از خونه اول شروع میکنه میره جلو و دونه دونه مقادیری که توی این آرای نامبرز هست رو توی نام برامون قرار میده میره جلو. الان این خروجیش باید بشه 10 20 30 40. باید پشت سرم چاپ کنه دیگه، چون پرینت ال ان بود اینو اینجوری چاپ کرد. اینم از فور ایچ. فور ایچ خیلی دارم بازم تاکید میکنم، فور ایچ خیلی در آینده بیشتر ازش خواهید دید و بیشتر از این حرفا استفاده خواهد شد. حالا ریل لایف اگزمپل هایی که داده چیه؟ فور که خیلی چیز خاصی توش بذارید مثلا واسه فور ایچ این رو با هم بررسی کنیم. میگه سیت مثلا از 1 تا 5 شروع میشه. سیت نامبر های مثلا یه حلقه ای نوشته برای اینکه صندلی های داخل تئاتر رو مثلا بتونه پرینت بکنه، نوشته از 1 تا 5 بیا اینا رو پرینت بگیر مثلا خروجی بده. مثلا این شکل. حالا بریک و کانتینیو چه کاری برای ما انجام میدن توی حلقه ها؟ بریک و کانتینیو رو الا ماشاءالله استفاده کنین که به خصوص حلقه های تو در تو خیلی قضیه جذاب تر میشه. ببینید مثلا اینجا این ببینیم چه اتفاقی داره میفته. بریک حلقه رو میشکنه، یعنی حلقه تا زمانی پیش میره که به یک بریک برخورد بکنه. لحظه‌ای که به بریک برخورد میکنه از حلقه خارج میشه. اینجا رو ببینید میگه 10 بار بیا، چون از 0 دیگه 10 بار بیا یه حلقه رو تکرار کن. اگر آی به 4 رسید، یعنی 1 2 3 4 رو که رسیدی بریک کن، بپر ازش بیرون. برای من الان باید اپ ما 0 1 2 3 رو فقط برامون تو خروجی چاپ بکنه. ببینید 0 1 2 3 از 0 شروع کرده، به 4 که رسیده پریده بیرون، دیگه به این خط پرینت نرسیده. اگه من اینو میذاشتم بالا چی میشد؟ 4 هم چاپ میکرد، چون اول خطی داره میره جلو دیگه. اول 4 رو چاپ میکرد، بعد میرسید میدید حالا که 4 به پر بیرون. درست شد؟ 4 هم برامون چاپ کرد. کانتینیو چی کار میکنه؟ کانتینیو میاد چیز میکنه، بگو ایتریشن رو چیز میکنه. کلمه باز این کلمش نمیاد، میندازه با بعدی دیگه. حالا ولش کن، خیلی سختش نگیریم. با مثلا همینجا اگه کانتینیو بذاریم ببینیم چی میشه.
اینم بذارید بزنم بعد. میندازه بعدی، یعنی از حلقه خارج نمیشه، میگه بفرست بعدی. الان اگه 4 از همین نقطه که کانتینیو رسیدی دیگه بقیه کدتو نخون، برو حلقه رو از بعدش رو ادامه بده. ببینید 4 نداریم دیگه اینجا، از 1 0 تا 9 رو چاپ کرد اما 4 توش نداره. چرا؟ برای اینکه اینجا ما به رو 4 کانتینیو گذاشتیم، به 4 رسیدی آقا برو بعدی. حالا اینجا داره میگه ترکیبی از اینا هم به چیز میشه، استفاده میشه به این شکل. میگه از 0 تا 6 5 بار باید اجرا بشه، اگه 2 بود کانتینیو بده، اگه 4 بود بپر بیرون. بنابراین حالا الان خروجیشو ببینیم با هم چی میشه. 0 رو که چاپ میکنه چون هیچ کدوم از شروط ما مشکلی باش نداره. 1 رو هم چاپ میکنه میرسه به 2 رو چاپ نمیکنه میره بعدی، میاد 3 میبینه 3 هم شرطی نداره، 3 هم چاپ میکنه. بعد میره مثل 4 که رسید کلا میپره بیرون. پس یعنی کل خروجی میشه 0 1 3. درسته؟ 0 1 3. این هم خروجی که داریم مشاهده میکنیم. پس ترکیب اینا هم میشه استفاده کرد. توی وایل هم ما میتونیم، یعنی حتما نباید تو فور یا ایچ و اینا استفاده کنید. توی وایل هم میتونید استفاده بکنید از همین داستان کانتینیو بازی و اینا، فرق نمیکنه. تو حلقه ها این چیز انجام میشه. تو حلقه ها وقتی که دارین از کانتینیو استفاده میکنین میندازه بعدی، وقتی دارین بریک استفاده میکنین کلا میپره بیرون. اینم مثلا اجراش بکنیم. میگه از سفت این ببینید تو وایل داره یه چیزی مثل فور ایجاد میکنه با وایل، منتها داره دستی این قسمت شرطش رو خودش توش میذاره. درست شد؟ میگه ببینید اینجا انتهاش داره دستی زیادش میکنه و اینجا هم داره میگه که آقا اگه به 4 رسیدی اینو زیاد کن بعد کانتینیو. این خیلی خوبه، اینو بیاید با هم روش مداقعه بیشتر بکنیم که درکش بکنیم، چون این همون فوره رو داره خودش میسازه. چون ما اینجا توی وایل اون قسمت اینکریمنتاله، اونی که داره اینو زیاد میکنه دونه دونه، اون داستانه رو نداریم، چاره‌ای نداریم جز اینکه اون رو شبیه سازی بکنیم. بنابراین اینجا ببینید اگر من اینو نمیذاشتم چه اتفاقی میافتاد. بذارید همینجوری باشه. میگه آی کوچیکتر از 10 با 1 وارد میشیم، با 0. آی کوچیکتر از 10 هست، بله. میاد اینجا میبینه که 4 هم نیست، میاد آیو چاپ میکنه، یه دونه زیاد میکنه 1، بر میگرده 1 هم همین اتفاق میفته، بر میگرده 2 3 هم همین، میرسه به 4. وقتی میرسیم به 4 میاد میگه که آیا 4 همین اتفاق براش، یعنی 4 این آیمون هست یا نه؟ بله. کانتینیو کن یعنی برو بعدی. اما بعدی ما چیه؟ بعدی ما هنوز 4. این دوباره میاد این میره توی یه لوپ بی نهایت تا ابد رو 4 میمونه. برای اینکه وارد لوپ بی نهایت نشه باید وقتی رسید به 4 هم ما بتونیم زیادش کنیم، چون این کانتینیو باعث میشه این به این هیچ وقت نمیرسه. بذارید تستش کنم، انشالله که تستش میکنم چیز نشیم. ببینید 0 1 2 3 به اینجا که رسید رفت تو لوپ بی نهایت، این تا ابد میخواد همونجا بچرخه. حالا شما فرض کنین یه حلقه مثلا 3 تایی در 3 تایی دارید، اون وسطه یه جا میره تو لوپ بی نهایت، کلا اپتون کرش میکنه، پدرش در میاد. بنابراین باید خیلی مراقب این دوستمون باشین. این حلقه های بی نهایت کشنده است واقعا در خیلی از اوقات. خب الان دیگه از حلقه بی نهایت با این درش آوردم. میگه توی ریل لایف هم مثلا مثال های این چنینی قابل بررسی است. مثال های این چنینی چه چنینی است؟ میگه مثلا یه آرایه از چیزا دارید، بذارید ببینیم خودش چی میگه. میگه دارید یه لیستی از عددا رو پروسس میکنید، میخواین اسکیپ کنید مقادیر منفی رو، باید stop completely if you find a zero. اگه به 0 رسیدی هم بپرید بیرون. شما ببین همیشه که مقادیرتون مشخص نیست، شما دیتابیس 1000 تا عدد آوردین نمیدونین چیه، میخواین فقط این دونه دونه چک کنه بیاد جلو. اگه منفی بود هیچ کاری نکنه، اگه مثبت بود نمایش بده، به 0 هم رسید بپره بیرون.
ببینید همون اینو با ایچ فور ایچ شبیه سازی کرده. میگه آقا اگه اینتیجر بود، یعنی اگه نامبرت اومد این تو و کوچیکتر از 0 بود کانتینیو کن، برو بعدی. اوکی، مثلا هیچ کاری نکن، برو بعدی. کوچیک از 0 منفی دیگه. اگه 0 بودم اپو ببند، یعنی حلقتو ببند. بنابراین این بر اساس این اگه بخواد بخونه 3 و 7 رو فقط باید چاپ کنه، چون میرسه به 0 میپره، این 9 هیچ وقت چاپ نمیشه. منفی 1 هم که یه جامپ بهش میده. بله 3 و 7 داره چاپ میشه. خیلی دوست داشتم که مثلا اسمبلی با هم کار میکردیم یه روزی. میتونم که اونایی که مهندس نرم افزار خوندن و اینا شاید براشون خسته کننده ترین درسی باشه که خوندن اسمبلی، ولی به نظر من اسمبلی خیلی جذابه. من یادم تو دوران دانشجویی هم اسمبلیم خیلی خوب بود، یعنی مثلا شاید 19 شدم 20 شدم در این حد، و تو کلاسی که مثلا دومین نمره مثلا 11 بود بعد از من، بعد مثلا شاید 80% کلاس افتادن. خیلی اسمبلی دوست داشتم، خیلی باحاله. با این کار این شکلی که مواجه میشم خیلی یاد جامپای اسمبلی میافتم، این تراپتایی که داشت خیلی جذاب بود. ولی خب میدونین کار کردی دیگه آنچنان نداره دیگه. شما فکر نمی‌کنم الان جاب آفری بتونید در دنیا پیدا بکنید که اسمبلی مثلا بخواد. ممکنم از پیدا بشه ولی خب خیلی کمه دیگه. چرا باید یه نفر بره الان یاد بگیره؟ خب مبحث آرایه ها که راجبش هم با هم صحبت کردیم چیست؟ اینجا یک دو جا هم باش آشنا شدیم تا الان، ولی حالا میخوایم اینجا بررسیش بکنیم. همونطور که خدمتون گفتم اینجوری یک آرایه ساخته میشه، به این شکلی میشه یک آرایه ساخت. بگیم آرایه ای از اینتیجرها یا اعداد میخوام، اسمش رو هم میخوام بذارم نامبرز. میتونه وریبل نداشته باشه، بعداً بگیره دیگه یا هر چیز. آرایه ای از استرینگ ها میخوام، اسمش رو میخوام بذارم کارز. میخوام اسم ماشین ها رو توش بریزم یا هر چیز دیگری. بعد خونه های آرایه رو اگر نخوایم با فور ایچ یا خود فور بهش دسترسی داشته باشیم، چطوری میتونیم دسترسی داشته باشیم؟ با استفاده همین دوست عزیزی که اینجا برام مشخصه، الان بهتون نشون میدم. بذارید یه مقدار اینجا میخوام از اینجا بردارم که یه ساعت تایپ نکنیم. خب الان اینجا مثلا ما ولوو، بی ام دبلیو، به قول خود آلمانیا بی ام و، فورد و مزدا رو داریم. بی ام و فکر کنم یا خود آلمانیا یا بی ام و نمیدونم. حالا میخوایم ولوو رو مثلا چاپ کنیم. همیشه یادمون باشه ایندکسینگ یعنی ایندکس کردن، ایندکس ها توی آرایه ها از 0 شروع میشه. 0 1 2 0 از 1 شروع نمیشه. این اشتباه رو نکنیم. حالا system dot out dot print خالی میخوام. اینجا میخوام چیکار کنم؟ بگم کارز رو بی ام و رو میخواستیم دیگه، به خونه یکش رو برام چاپ کن. ببینید بی ام و رو برامون اینجا چاپ کرد. درست شد؟ پرینت الن بزنم که این خوشگل تر باشه. بله. خونه سفرومش پس ولووه. الان بزنم ولوو رو باید برامون چاپ کنه. بله. اینم از این. آها داره میگه شما میتونید مقادیر رو هم به همین شکلی که دیدیم تغییر بدید. یعنی تو جاوا بیاد بگید آقا کارز 1 رو دیگه این بیم مثلا بکنش مرسیدس. اوکی. الان من اگه کارز 1 رو اینجا خروجیشو بگیرم دیگه بی ام نیست، جاش مرسیدس نشسته. درسته؟ پس اینجوری هم میتونید بر اساس خونه‌ای که مد نظرتون. حالا مثلا میتونیم یه کار بامزه‌ای بکنیم ها. بیایم بنویسیم فور استرینگ به کارز. درست شد؟ ببخشید من
اینجا یک کات بزرگی ممکنه متوجه شید، به خاطر اینکه اتفاقی افتاد من رفتم اونو مرتفع کنم برگردم، پاز نکردم، استاپش کردم. خیلی خب اینجا شد کار توی کارز. چه اتفاقی بیفته؟ بیا اینا رو دونه دونه واسه من کارها رو بزن ببینیم چی میشه. خب ماشینا رو همه رو واسه همون چاپ میکنه. حالا میخوام یه کار دیگه بکنم، میام میگم ببخشید من دوباره، خب من برگشتم. خب اینجا ما یه ایندکس هم بذارم، اینت ایندکس مساوی با 0، بعد اینجا ایندکس پلاس بکنیم. یه ایندکس هم لازم داریم اینجا. میخوام برای اینکه کار رو یعنی کاری که میخواستم بکنم رو براتون شرح بدم. حالا اینجا میخوام من بگم آقا بیا یه چک بکن دوست عزیزم، اگر این فورد بود، یعنی اگر کارت مساوی بود با فورد، بیا یه زحمتی بکش. چه زحمتی بکش؟ بیا کارز رو، بعد ببینید کارز رو ایندکسش رو مساوی کن با مرسیدس. درست شد. اصلا میخوایم پرینتمون هم ببریم بیرون، بذار یه کار بامزه‌ای با هم انجام بدیم. اینو بکن مرسیدس. در غیر این صورت نه، یه ایف دیگه هم میذارم. اگر کار مساوی بود با مثلا ولوو، بکنش اینو یه چیز دیگه، چه میدونم رنو، اینجوری نوشته میشه رنو، نه فکر کنم. خب این الان دارم چی کار میکنم؟ دارم میگم آقا بیاد تو حلقه های من بگه. فرض کنید یه تسک این شکلی بهتون داده، یک نفری گفته آقا جان شما باید مثلا لیست 100 تا خودرو توی دیتابیستون وجود داره، میخواین اینا رو نمایش بدین یا هر کاری که میخواین بکنین. میگه آقا جان شما باید بیای این لیست خودروات رو بگیری، بعد چیکار بکنی؟ وقتی لیست خودروات رو گرفتی این 3 تا خودرو رو باید تغییرش بدی، بکنیش یه آرایه‌ای که ما بدونیم چیه، مثلا بعد یه جا نمایش بدیم. الان من این رو به همین شکلی که انجام دادم عوض کردم. حالا یه فرق فور دیگه میذارم، اینا رو نمایشش میدم. یه دونه فور دیگه هم میذارم اینجا، مثلا استرینگ کارز. اوکی، همین فقط میخوام نمایشش بدم. فکر کنم اینم نه، میام میگم system.out.println کار. خب بریم خروجی ببینیم. خب ببینید چی بود اینجا. من گفتم اگر ولوو دیدی بکن رنو، اگه فورد دیدی بکن مرسدس. بنابراین خروجی اولمون این بود، خروجی دوم شد رنو، بی ام و، مرسدس، مازدا. این دوتا مقدار رو برامون عوض کرد. چطوری عوض کرد؟ یه چیزی ساختم به اسم ایندکس. گفتم حالا بیا آقا جون توی آرایه کارزی که وجود داره، این ایندکسه دقیقاً داره، چون از 0 شروع میشه، اینجا هم از 0 شروع میشه، دونه دونه داره به خونه های این اشاره میکنه. ایندکس هم دارم تو هر بار که حلقه میچرخه یه دونه زیادش میکنم. با 0 میاد تو و داره اینم چک میکنه، میبینه اولین ماشینی که توی آرایش هست فورد هست، میبینه نه، میبینه ولوو هست، بله ولوو هست. پس کارز خونه 0 رومش رو میکنه رنو. میره بعدی همینجوری که ما تونستیم دوتا از خونه ها رو تغییرش بدیم. حالا همون لنگث بود که رو استرینگ استفاده میکردیم، اینجا هم میشه استفاده کرد. چطوری؟ اینجوری system.out.println چی رو میخواستیم بدیم؟ length cars dot که بزنید چیزایی که میشه بهش اساین کرده براتون میاره. اینم ببینیم 4 تاست. طول این خانه 4 عدد است. حالا شما میتونستید این رو عوض اینکه با ایچ اینجوری بنویسین، میتونستیم با لنگثمون هم بنویسیم. چطور؟ اینطور. فور
داریم سعی میکنیم حلقه ها رو دیگه هر کاری که از دستمون برمیاد روش انجام بدیم دیگه. میگیم فور بر فرض مثال اینت آی مساویه با 0، درست؟ تا کجا باید بره؟ ما میخوایم یه حلقه بسازیم به تعداد خانه های این دیگه که بعد بتونیم مقادیر این رو یه جا چاپ کنیم دیگه. تا کجا؟ پس تا عددت به آی تا زمانی که کوچیکتر مساوی هست با لنگث اون. مساوی هم نمیخواد. من چرا هی مساوی اون ور میذارم؟ حالا مهم نیست. مساوی هم نمیخواد. یعنی چی لنگث اون؟ یعنی چی؟ cars dot length. با چه فرمتی؟ آی پلاس پلاس. الان چه اتفاقی میفته؟ اینو که دیدیم این بالا 4. پس میگیم آقا از 0 تا 4 که میشه 0 1 2 3 4 تا عدد میشه و اینم همونه. بیاین حلقه رو تکرار کن. حالا میتونیم دوباره یه همچین چیزی رو چاپ کنیم، یعنی میتونیم اینو بذاریم، اما اینجا دیگه میگیم کارز خونه آیومش، خونه آیوم کارز رو برای آن چاپ کن. دقیقا همین کاری که این بالا میکرد برای ما تو این حلقه که الان کامنتش میکنم، این پایین داره همین کار رو برای اون میکنه. ببینید رنو، بی ام و مرسدس، مازدا. پس با لنگث میشه کارهای این شکلی هم انجام داد. اینا نکات مثلا ادوانس تر. میگه میتونید همچنین آرایه بسازید و سایزشو از قبل بهش بگید. میگه این میاد یک آرایه خالی برای شما میسازه با سایز مشخص. یعنی چه کار کنیم؟ یعنی بیایم اینجا ما بگیم که این چیه؟ این نیو استرینگه، یعنی یک نوعی از آرایه استرینگی خواهد بود که قرار 4 تا خونه داشته باشه. با این فرمتی که میبینید دقیق ما یک آرایه پیش ساخته ای از استرینگ ها میسازیم که تعداد توش هم مشخصه. اینجا 2 تا مدل دیگه هم برامون نشون داده. میگه چی؟ میگه اگر شما مقادیر رو بدونید نیو دیگه لازم ندارید دیگه، میتونید همین کاری که ما قبلا انجام دادین رو بسازید دیگه. یعنی وقتی مقادیرتون از پیش تعیین شده میدونید، اصلا چرا باید این کار بکنید؟ یعنی با اون پیش فرض همین این دوست عزیزمون چه ایرادی داشتش؟ برام مثل ساعت کار میکرد دیگه. میگه همین کار رو با نیو به این شکل هم میشه پیاده سازی کرد. ببینید میگه نیو فلان با این مقادیر، ولی خب اینا دیگه واقعا نیازی به انجام دادنش نیست. اما میگه اینجا وقتی اگر اینجوری خواستین تعریف کنید دیگه اینجا عدد مثلا 4 رو نمیتونید بهش بدید. درست شد؟ اگر قرار شد اینجوری تعریف کنید. ولی معمولا خیلی به ندرت نیاز میشه که یه همچین استفاده‌ای براتون پیش بیاد. دیگه چی میگه؟ همین چیزایی که صحبت کردیم. loop through an array. میگه یه حلقه‌ای روی آرایه ها که ما تو مثال خودمون انجامش دادیم، اینجا جلوتر داره دقیقاً همین حرفایی که ما زدیم رو میزنه. ببینید دقیقاً مثالی که من الان براتون زدم و بردم جلو رو اینم داره با یه مثال دیگه خودش میسازه که این اسم صندلی ها مثلا سیتس داره دیگه، داره همون کارو میکنه. مثلا میگه صندلی شماره آی که ایندکسمونه مال آقای اصغر آقاست، اکبر آقاست. بعد ریل لایف اگزمپل هم تقریبا همین چیزایی که راجع صحبت کردیم گذر میکنیم، میریم مولتی دیمنشنال اریز یا به قول انگلیسی ها مالتی دایمنشنال اریز. آمریکایی ها فکر میکنم مولتی دیمنشن میگن، فکر کنم انگلیسی ها میگن دایمنشن. خب این چیه؟ این همون یادتونه گفت راجع به چیز مثلا ماتریس های 2 بعدی و فلان و چیزا اینجوری صحبت کردم. شما گاهی اوقات در یک بعد ندارید دیگه، گاهی اوقات 2 بعدی دارید این شکلی. ببینید اینجوری ما میتونیم بگیم ما 2 بعد چیز داریم،
اینتیجر داریم، یعنی یک آرایه دو بعدی داریم، یعنی یک آرایه‌ای داریم که توی اون خود اون آرایه هم یک آرایه های دیگری وجود داره. به همین سادگی ببین این آرایه اصلیمونه که توی این آرایه اصلیمون هم یه همچین چیزی وجود داره. حالا شما اگه بخواید رو این حلقه بذارید باید حلقه دو بعدی بذارید که حلقه اول بیاد این دوتا رو براتون، یعنی بیاد بین این دوتا بچرخه، حلقه دوم مقادیر این دوتا رو نمایش بده. درست شد؟ حالا چطوری بیایم مقادیر تک تک اینا رو بگیریم؟ این شکلی خیلی ساده، این شکلی. درست شد؟ یعنی میاد میگه برو تو آرایه شماره 1 0 1 بیا برو این تو دومی این تو رو بهم نشون بده 0 1 2 8. پس خروجی این دوست عزیزمون باید بشود 8. ببینیم آیا 8 میشود یا 8 نمیشود. system.out.println و این ببینیم خروجیمون چیست. بله 8. درست شد. پس خونه یکم برو تو آرای اولت خونه یکم پیدا کن، میشه این، چون این صفرمه. تو اون دومیش میشه 0 1 2 8 دیگه، 8 برامون نمایش میده. حلقه های دوگانه هم توی این شکلی کار میکنید. حالا حتما میدونید این ممکنه 10 تا باشه، اون یکی فلان باشه، اینا اصلا خیلی دیگه مهم نیستن. حالا حلقه های دو تایی که راجبش صحبت کردم جلوتر اینجا خیلی به کار میاد، همونطور که گفتم دیگه. ببینید اینجا میاد میگه length numbers رو میشه از 0 تا اینکه رو یعنی این ردیفه کوچکتر نام. حلقه دوم میخواد مثلا ستونی داره، فرض میگیره ماتریسه، میگه حالا ببین این اولی، این خوب بذارید اینو یه ذره راجب صحبت کنم شفافش کنم. اولی داره به شما میگه که برو توی مای نامبرز لنگت رو بگیر. مای نامبرز لنگت 2. چرا؟ برای اینکه خود مای نامبرز توش 2 تا آرایه است. پس 2 تا مهم نیست، 2 تا آرایه است، 2 تا هر چی هست. این داره اینو میگه که آقا مای نامبرز من چند تا توش خونه وجود داره، توش 2 تا خونه وجود داره که اون 2 تا خونه هر چه میتونه باشه. درست؟ حالا میگه مای نامبرز خونه فلانومش خونه مثلا صفرم مای نامبرز اینه. حالا میگه این خودش چند تا طول داره که 3. درسته؟ پس اینجا این هفته همیشه میفته بیرون. چرا همیشه میفته بیرون؟ چون که این میاد نه چرا بیفته؟ تو اولی اون رو رعایت میکنه، دو اون رو نه هیچ مشکلی نیست. بذارید تو خروجیمون رو ببینیم بعد دوباره شفاف ترش میکنم. ببینید همه عددامون رو برامون چاپ کرده. خود دقیقاً داره اشاره میکنه که اینجوری. چرا من گفتم اولش هفته میفته بیرون؟ برای اینکه اولی رو فرض کردم که این میاد روه رو لنگتش رو میگیره 3 تاست و این 3 بار چاپ میکنه. اما وقتی وارد دومی میشه خب مواجه میشه با لنگت 4 تایی دیگه. پس رو دومی هم این 4 بار این حلقه انجام میشه. حالا نمیدونم چرا اشتباه کردم. همینو با فور ایچ خیلی راحت تر میتونست، مثلا قروفرا نداشت دیگه. با فور ایچ به همین راحتی میتونستیم دوست عزیزمون اجرا کنیم دیگه، چون فور ایچ توی خونه های این میچرخه. اولی اسمش گذاشته رو و اولی امید از نوع اینت آرایه‌ایه، چون یه اینتیه که توش قرار آرایه داشته باشه. دومی داره چی میشه؟ دومی خوراکش، یعنی اونی که اون منبعش روه، از تو رو باید بیاد خونه ها رو برداره. پس اینو اینطوری هم میشه. اینم مولتی دایمنشنال که خیلی هم مبحثیه که در آینده استفاده خواهد شد. من واقعا نمیدونم چقدر شده، حتما بیشتر از نیم ساعت شده چون 2 تا ویدیو رو هم چسبوندم. به ویدیوی بعدی میریم سراغ متدها. فعلا براتون آرزوی موفقیت و خوشحالی میکنم. خدا حافظتون باشه.